حتی عبدالله ابن عباس رو نقل میکنن که به نزد یک گروه مردمی آمدن که شاهمات بازی میکردن. اصلا کلمه شاهمات نامی منکر است، غلط است، این گونه نام ها خطا هست. شاهمات یعنی شاه مرد. شاه کی است؟ شاه الله است. شاهی حقیقی الله هست. شاه ها شاه نبودند و با میمورند. شاهی حقیقی الله تعالی هست. شاه بود شاه میماند و الله سبحانه و تعالی نمیمیرد، زنده هست نمیمیرد و این بازی معنایش غلط است. مردم شاهمات بازی میکردن. عبدالله ابن عباس که ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، این چی بودهایی که شما در نزد اینها اعتکاف نشستید؟ گفتن یعنی آنها کلمه اعتکاف همجا استفاده بردن. آنها که شاهمات بازی میکردن. شاهمات بازی، دو شاهمات باز چه خیل میشیند، روبرو میشیند، در پیش شاهمات گذاشتگی. شاهمات همون بتچه ها هست، اسبچه ها یا هیکلچه ها هست. شما در نزد همین همه کار دین و دنیا، زن و فرزندتون رو ترک کردید، آمده در زیر همین سری تعظیم نشستید فکر کرده. این چی؟ بودهایی که شما در پیش این اعتکاف نشستید؟ گفتن